سلام، من جعفر زنده‌بودی هستم و به کانال من خوش اومدین. اینجا قراره با هم سراغ یه سری از یوتیوبرهای معروف بدنسازی و ورزش بریم، حرفاشون رو ترجمه و تحلیل کنیم براتون و ببینیم چه نکته‌هایی برای قوی‌تر شدن و بهتر شدن میتونیم ازشون یاد بگیریم. این روزا متاسفانه توی یوتیوب و اینستا، حالا بیشتر اینستا، هر ویدیویی میبینید یا چرت و پرته یا فقط برای لایک و ویوه. حالا همه رو نمیشه جمع بست، ولی اکثرا به این شکلن. خیلی هم از این یوتیوبرهای خفن استفاده میکنن و اسمی ازشون نمیبرن. من حس کردم وظیفه‌مه بیام با تحلیل این کانالای درجه یک فضا رو براتون علمی‌تر و کاربردی‌تر کنم. خودم از اینا توی تمریناتم استفاده کردم و نتیجه گرفتم. اگه زبانتون قویه برید سراغ کانالای خودشون، ولی اگه نه اینجا من کنارتونم. راستی در مورد خودم بگم که چندین ساله از وقتی که خودم میشناسم ورزش میکردم، حالا از فوتبال و والیبال بگیر تا چند سالی هم هست که بدنسازی رو کار میکنم و مربیگریش رو زیر نظر بهترین اساتید ایران یاد گرفتم و هنوزم دارم یاد میگیرم. اگه عاشق فیتنس هستین یا میخواین رازهای حرفه‌ای رو سر در بیارید، سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید، با من همراه باشید، نظرتون رو توی کامنت ها بهم بگید، چون قراره با هم این مسیر رو بهتر کنیم. امروز قراره یه نفر فوق‌العاده رو بهتون معرفی کنم که توی دنیای تغذیه و سلامت خیلی معروفه. اونم دکتر اریک برگ. دکتر اریک برگ متخصص تغذیه است و کلی آموزش‌های خفن داره. بیشترین تمرکزش هم روی رژیم کتوژنیک سالم و روزه‌داری متناوب. درست شنیدین، روزه‌داری، و خیلی ها رو کمک کرده تا سبک زندگیشون رو تغییر بدن. این آدم فقط یه متخصص معمولی نیست، کلی کتاب نوشته، هزاران سمینار برگزار کرده و به معنای واقعی کلمه میلیون ها نفر با ویدیوهاش توی یوتیوب یاد گرفتن چطور سالم زندگی کنن. خب ویدیویی که امروز براتون در نظر گرفتیم در مورد دکتر اریک برگ 4 روش شگفت‌انگیز برای سرعت دادن به رشد عضلات، و خودم واقعا کنجکاو شدم ببینم این روشایی که دکتر گفته چقدر عملی هم و چقدر میتونن به ما توی مسیر فیتنس کمک کنن. اگه شما هم مثل من عاشق عضله سازی هستین یا فقط میخواین یه بدن قوی تر داشته باشین، تا آخر ویدیو با من همراه باشین. خب اول ویدیو دکتر اریک برگ در مورد یه سری چیزای واضح و مهم توضیح میده که شما 650 عضله دارید که توی حرکت کردن وضعیت بدنی خیلی تاثیر داره و کمک میکنه، و اگه توده عضلانی کافی نداشته باشی و سنت بره بالا، متابولیسم خودتون رو از دست میدین. پس حتما ورزش کنین تو هر سنی که هستین و عضله بسازید. و بعدش ادامه میدی که همونجوری که اکثر آدم‌ها میدونن برای عضله ساختن باید وزنه بزنین، پروتئین بخورین، استراحت کنین که بتونین عضله بسازین. ولی یه سری ترفندهای دیگه هم هست که دکتر اریک میگه واسه رعایت اونا عضله بیشتری میتونین بسازین. بعد اشاره میکنه به انواع پروتئین که مهمترینشون پروتئین حیوانیه برای ساخت عضله و میگه شما 8 تا 1.5 گرم پروتئین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن خودتون نیاز دارید که عضله بسازید، ولی نه وزنی که روی ترازو میبینید، وزن عضلات بدنتون. مثلا شما آدم چاقی هستی و چربی زیادی داری، کل وزنت ملاک نیست. و وقتی که میگیم پروتئین، منظورش از مقدار وزن مرغ یا استیکی که میخورید نیست، مقدار پروتئینیه که توی اون مرغ یا استیکه. خب حالا میره سراغ محاسبه مقدار پروتئین لازم برای وزن یه آدم 84 کیلویی که یا ضرب داره 8 میشه یا 1.5 گرم. حالا چه چیزی تعیین میکنه که شما کدوم مقدار پروتئین رو مصرف کنی؟ بستگی به خیلی چیزا داره. میتونه سن، فعالیت بدنی، چقدر تمرین میکنی تو روز و خیلی چیزای دیگه باشه. هدف شما که
این داستان خیلی مفصله و من توی یه ویدیوی دیگه اینو کامل در موردش صحبت میکنم. اولین روشی که دکتر برگ گفته کراتینه که خیلی دور از ذهنم نبود این روش رو بگه. میگه که این یه ماده طبیعی توی غذاست، مخصوصا گوشت، اما اگه میخوایم عضلاتمون سریعتر رشد کنه باید به عنوان مکمل مصرف کنیم و خود کراتین لزوما عضله ایجاد نمیکنه، اما به صورت غیر مستقیم. چرا؟ چون بدون انرژی زیادی حین تمرین میده که کمک میکنه تمرین بهتری داشته باشین و تمرین بهتر یعنی عضله بهتر و مثل یه باتری سری برای عضلات عمل میکنه. پیشنهادش اینه که 5 روز اول 20 گرم در روز بخورین توی 4 وعده 5 گرمی، بعدش برین سراغ 3 گرم در روز و یه جور چرخه درست کنین. چیز جالبی که بود این روش چرخشیه که دکتر میگه اینجوری بعدش بدنت بهش عادت نمیکنه و خیلی از بدنسازا میگن میتونین هر روز 5 گرم بخورین بدون چرخه. به نظر من این بستگی به بدنتون داره. شما چی فکر میکنین؟ چرخه‌ای بهتره حالا یا ثابت؟ توی کامنت ها بهم بگین. دومین روش سردرمانیه. دکتر برگ میگه دوش آب سرد یا وان یخ میتونه رشد عضلات رو تحریک کنه. چرا؟ چون بدن باید دمای مرکزی رو حفظ کنه که همین عامل باعث میشه انرژی زیادی تولید کنه که باعث سوزوندن کالری و چربی بیشتر میشه و متابولیسم بدن رو بالا میبره و ژن‌های عضله سازی رو فعال میکنه، به علاوه التهاب رو کم میکنه. پیشنهادش اینه که بعد تمرین چند دقیقه آب سرد بریزین رو خودتون که من خودم به شخصه 1-2 بار امتحان کردم ولی بیشتر از 1-2 دقیقه بیشتر نتونستم زیر دوش آب سرد بمونم. ولی یه چیزایی هم شنیدم که دوش آب سرد خیلی هم مفید نیست برای عضله سازی. حالا خود دکترم اینجا اشاره میکنه که سردرمانی مایچه شما رو افزایش نمیده ولی در واقع کاهش هم میده، اما اشاره داره در ریکاوری سایز عضلات رو افزایش میده. بیشتر به نظرم برای کات کردن و ریکاوری کمک میکنه تا رشد، چیزی که من تا الان حس کردم. شما هم امتحان کردین؟ حالا نمیدونم. سومین روش روزه‌داری متناوبه. دکتر برگ میگه همیشه یه فکری هست وقتی چیزی نمیخوریم مایچه‌هامون تحلیل میره، اما میگه روزه‌داری متناوب باعث تحریک هورمون‌های رشد میشه و هورمون‌های رشد افزایش پیدا کنه، عضله سازی بیشتری اتفاق میفته. اما 2 شرط گذاشته. یکی که حتما 2 وعده غذا بخورید که اصلا کالری شما توش کم نشده باشه و دومین اینه که بین این 2 وعده هم از چیزی به نام اسنک، شیرینیجات، حالا به قول معروف زولبیا بامیه، نمیدونم اینا استفاده نشه اصلا. شما که حالا تو افطارت زولبیا بامیه میخوری دنبال عضله هم هستی، اینجا برای شماست. چرا؟ حالا چون با روزه‌داری حساسیت بدن به انسولین بیشتر میشه که با رفع این مقاومت انسولین بیشتری به مایچه‌ها میرسه و شیرینیجات این فرایند رو خراب میکنن. روزه‌داری متناوب توی فیتنس خیلی ترنده و برای چربی سوزی عالیه، ولی برای عضله سازی نمیدونم یکم چالش داره. و یه شرط دیگه هم که گذاشته اینه که باید حتما آدم سالمی باشی، نه که حالا سرما خورده باشی یا مریضی خاصی داشته باشی. و از سلامت خوبی برخوردار باشی که بتونی فستینگ و ورزش رو همزمان انجام بدی. به نظرم اگه تازه کار هستی شاید اول با رژیم معمولی شروع کنیم بهتر باشه. حالا نظر خودتون و مربیتون چیه اون دیگه فرق میکنه. آخرین روش الارژنین. میگه این آمینو اسید جریان خون رو بهتر میکنه و مواد مغذی رو به عضلات میرسونه. الارژنین با مهار هورمون سوماتوستاتین به افزایش هورمون‌های دیگه کمک میکنه و نحوه مصرفش طبق گفته دکتر 3 تا 6 گرم در روز با معده خالیه و بهترین زمان مصرف 30 دقیقه قبل از تمرینه. ولی این که مستقیم عضله رو بزرگ کنه بیشتر به تمرین و رژیمتون بستگی داره. به نظرم مکمل خوبیه ولی معجزه نمیکنه. شما از این مکمل استفاده کردین تا حالا نتیجهش چی بوده؟ میتونید توی کامنت ها بهمون بگید. خب این بود 4 روش دکتر برگ برای تسریع تو رشد عضلات
که کراتین سردرمانی، روزه‌داری و الارژینین. به نظرم هر کدوم یه نکته جالب داشت ولی باید با تمرین و تغذیه درست ترکیب بشن تا جواب بدن. من خودم کراتین و الارژینین رو بهتون پیشنهاد میکنم، ولی سردرمانی و روزه‌داری رو توش دو به شکم. چرا؟ چون جای دیگه خوندم که حالا زیاد مناسب نیستن و حالا خودتون کدوم انتخاب میکنید توی کامنت ها برام بنویسین، چون واقعا نظرتون برام مهمه. اگه این تحلیل رو دوست داشتین لایک کنید، سابسکرایب یادتون نره، زنگوله رو بزنید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندین. مرسی که همراهمون بودین، تا دفعه بعد موفق باشید.